سلام بچه ها، اومده بودم بهتون بگم که داخل فری فایر چند تا نکته دارم بهتون میگم. بعضیاتون که تازه واردید، وقتی جلوی صفحه اید این بالا عددی نیمده این طلاییه، میزنید روش. اینجا مینویسه چند تا جم خرج کردیم. من الان 822 تا جم خرج کردم و دارم میرم پرایم 2. پرایم چیه؟ بار خودم هم اسمشو همینطوری میدونم. پرایم وقتی شد این لول 2 میذاره این جعبه ها رو با کنید که اینجاست. من زیاد جم ندارم. خب وقتی که اومدیم اینجا پرایم 2 شد 100 تا جم رایگان میده. شما باید چیکار کنید که این بشه پرایم 2؟ بعد هی جم 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 بزنید. وقتی یک کارت جم خریدید واسه‌تون میاد پرایم 2 والا کرده داخل پاچمون، چون ما خودمون یک کار داریم بعد 100 تا میخواد بهمون بده. خب حالا نکته دوم، دوست دارید که همش هدشات بزنید. هدشات فقط رو هدشات. باید بیاید داخل تنظیماتتون، برید بخش سنس ها. الان من میرم. خب اول دکمه تیر رو اول بهتون میگم. دکمه تیر خیلی مهمتر از همه. ببینید دکمه تیرتون باید به توی تنظیمات روی بخش میزنید. خب دکمه تیرتون عددش روی 29 باشه. خب این که چیزی نیست. خب میزنیم بیرون. میرید بخش یکی نه، دومی نه، سومی. این سنس هم منه، میتونید کپی کنید برید بزنید. این بهترین سنس و الان واسه تون تستشو میگیرم. این دیزرت بردارم. بعضی موقع هد نمیزنه، بعضی موقع میزنه. بس لازم میزنه کنار. کنید. اونایی که گوشیشون شیائومیه، گوشی من شیائومیه، فقط به درد گوشای شیائومی میخوره. شیائومی پوکو ام تیری، نمیدونم هر شیائومی که فکرشو بکنید. اما من دارم فول شو میکنم. بدیدید زرد اومد. فقط فول شو تو نگاه کنید. شما بریم دست بزنیم. اینا تکون میخورن، سخت زدن. نگاه کنید با دیزر سخته. الان یه هد زدم. وای چقدر سخته. خب برالسکیو آقا بازی اصلی شروع بکنم. خب میخواستم فقط ساینا شون بدم. بنده بچه. اوه مردم مثلا که قوی. های نامردی فقط دیزرت برداشتم. پینگم خیلی داره بد میشه.
که بود لطفا چنلم رو ساب کنید، لایک کنید. باشید لحظه آقا دوست دارید بیاید اکانتمون نگاه کنید مثلا چه چیزای خفنی دارم. خب میایید اینم از باشید آیدی من اینه و لول 21 هم. خب مثل که با من بودید لطفا خواهش میکنم لایک اشکال نداره لایک رو بزنید. بازدید رو میخوام بپکنید، بازدیدار رو لایک هم بپکنید. خب مثل اینکه تا همراه من بودید دیوید خدافظ. نه بایستید یادتونه به یه ویدیو گذاشتم گفته بودم که بعدش هم شب میذارم یه ویدیو دیگه در مورد دوباره میریم بازی میکنیم. خب بچه من دیدم بالای 15 دقیقه تازه فهمیدم بالای 15 دقیقه نمیشه و واقعا هم نمیشد. خب ببخشید اگه اینطوری زدم زیر ذوقتون. مثل که تمرین‌های من بودید تا ویدیو دیگه به خدافظ. شبم ویدیو داریم.